سلام علیکم. امروز میخوایم این دستکش رو با هم دیگه دوخت بکنیم. بهتون یاد میدم چطور یه دستکش به همین تمیزی بدوزید. اول از همه قد دستکش رو انتخاب میکنیم. انگشتر رو در میارم که الگوی بهتری بکشم. مداد رو ایستاده نگه میدارم، با فاصله از انگشتا تر رو میکشم، کیپ نمیچسبونم به دست. یه نکته ریز داره، این الگوی کار منه. حالا برای اینکه آزاد باشه دستکشم، نیم سانت باید دستکشم رو بزرگ بکنم. اما باز هم یه نکته ریز دیگه تو این قسمت ها داره. دستکش رو بزرگ میکنم نیم سانت، این گوشه ها رو بزرگ نمی کنم، همون اندازه اولیه میمونه. حالا دور تا دورش رو قیچی میکنم. این قسمت دوختش حتما هفتی باشه. حالا روی دوختم بهتون توضیح میدم. تورم رو میارم به راه خودش. 30 سانت تور تهیه کنید. دو جفت دستکش بهتون میده. حالا الگو رو میذارم روش، سوزن میزنم به تمام انگشتا. الگوم رو با چند تا سوزن ثابت نگه میدارم، چون قراره با همین الگو من دوخت رو انجام بدم. روی تور که نمیتونم رد بندازم، برش هم نمیتونم بدم. گام هاتون رو کوتاه کنید، یعنی درجه دوخت رو خیلی کم و کوچیک کنید. به این صورت به حرکات دست من نگاه